همجوران عزیز 3 آگوست سال 2023 و ما قرار داریم در جماعت دهات چورباغ ناحیه ورزوب در قشلاق چهارمغزکانی بالا زمینی نزد حولگی اکای امام خوش آمدید به گروه ما. سلام علیکم اکای امام. انا اینجا ما رحمت ما اومدیم پیش پیسته های درخت های شما. حاضر میخوایم یک دو سوال به شما تیم. این پیسته های شما پیسته های کلان غیر عادی کلان. این پیسته های سورت چی باشد اکای امام؟ سورت ترکی است. سورت ترکی. همین پخته باشد می؟ البته. نپزد جدا نمیشد پیشاپش. آنا پخته با جدا شده است. نبینید خودش با جدا شدگی. من جدا کردم. کنی کشوی جدا شدگی باشد. من جدا کردم. من اینا میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نهایت پیسته با مزه. همش جدا میشه از خودش کنه؟ خودش در جاش این میکفه دم درود پوستش. کفیدگی همش کفیدگی. در جای پوستش میکفه. در تنش میکفه. هر سال همین پیسته میگیره. البته. چند کیلویی؟ 3 کیلو، 4 کیلو، 5 کیلو سال چه بیاد. این بهترین داد اکا. برای در بازار نخدن خودمون میشد. اگر که همین باغ داشته باشه چی؟ باغ داشتیم جات چه میفروشیم چیکار میکنیم؟ نه درآمدی نقدارت باغ باشد اگر 1 هکتار. البته نرخ نوای پیسته می 200 سوم. 200 سوم. نه خودش اپرادات میکنه. نه 1 هکتار داشته باشه اگر اونجا کارم نمیکنه. نه فقط خدمت داخلی هم کار میکنم. نمیکنم. در این پیسته مهنت میکنه. هم دوران عزیز دیدید اکم چی گفت 1 هکتار داشته باشم گفت من یگان کار نمیکنم فقط در اون پیسته مهنت میکنم. این ببینید پیسته لکه پخته است با همین چیزا در چورباغ و باز انا یک درخت دیگه هستم اکا اینش خیلی اینش دیتر میپزد. اینش دیتر میپزد. اینش دیگر سورت. اینش کلوله تر بوده است. اینش حالی نپخته است. اینش حالی کلوله تر بوده. او انا جو بسیار بوده است نکی. اکا امام این پیسته رو شما از کجا گرفته شناده؟ خیلی کم جانم سبب شد وقتش در سرخوز میخوند. اوایو چون سلکت کردم در اون سرخوز بعد اون کیپراسیم در چه است جوی سلکت است. با هوا آورد دانشو یا دنیا حالش آورد شنوندیم. بعد انا بعد با خودمون دانش شنوندیم. ولی بسیار کردیم. این خنک نمیزنه این پیسته را. نه اینا مطابق شد نمیزنه. خنک تو باور است. گرمی دم تو باور است. تو بیستون آب کم میبینه پرو نغز میبینه که پرو نغز میبینه. پرو بسیار دادن. اگر تو بیستون گرم دا او هم تیم فایده دارد. البته فایده داره. تو بیستون یا دو بار او تیم. چیزاش مغزش پر میشد همین دانه‌اش هم کلام میشد. هر چیزی که من میخواستم شما گفتید. البته. هم دوران عزیز من باید برو دیگه نشون میدم پیسته رو. ببینید چه بسیار بستگی درونش پر پیسته. این پیسته شما چند سال شده که؟ 15 بالا است. خیلی هم دوران عزیز این خیلی گکتر پیسته داشتگی باشد البته شما برد میکنید. این ببینید علاقه 5 کیلو زیاد 200 است میگه این ببینید که این پیوندی نبوده است با. یا اگر پیوندی باشد که 20 نه ببینید خودش کفیده است. ببینید خود من همین میبینم. این پیوندی باشد اگر بو بسیار میبنده. پیوندی باشد بو بسیار میبندد. هم دوران عزیز من بعد 2 هفته رفته ایستادم ترکیه برای آوردن همین هولوی پیسته ترکی. من کفیدگی است دیدید هم دوران عزیز انا پزاد خودش کشوده میشده است و کسی که میخواهد درخت پیسته خریداری نماید امسال حتما با من مراجعت کند که من رفته ایستادم و شرطنامه میکنم. هم دوران عزیز من ببینید همین سال خنکی بود درختای انار همش خشک شدن انگور خشک شدن انجیر خشک شدن که پیسته را سرش در نکرد. پیسته را سرش در نکرد یعنی با خنکی تا 35 درجه این تو باور است گرمی تا 50 60 70 این تو باور است برای که ریشه‌اش چکوری بد میرود. من ببینید خوشه انگور بری بستگی این ببینید نواز من 3-4 تا گیرم. همین رو من یک کشوده بیدم که من در پیش شما میکشویم. من این پوستش کشوده شد انا دانش کفیدگی دیدید اینا کیسه دا میزنیم بعد میخوریم شو اینش هم میکشویم. کشودگی دیدید
این جنون بود است. این پیسته نه جنون پیسته بود است. از جهت کلونی از ترکیه هم کلون. از ترکیه هم کلون. این بگمانم پیستای سلکس تاجیکی باشد. این پیسته تاجیکی است. تاجیکی که اکای شریف بگمانم سلکس اگر بروردگی این بهترین پیسته همینو باشد. خراسان 68 باشد می. من ببینید. این روغنوکش هم بلند داره که تنش سفید نه تنش کریچ نه دیدید. همدیاران عزیز همه شما رو من تشویقات میبرم به پیسته پروری در دشت تپاویتون. ولی با در قشلاق چروق به آدم دیگه خونش هست من اونجا میرم حاضر. اینا ببینید با کدوم درخت پیسته است مراجعت کنید. من در رقم تلفنم 900 00 بعد از 2 هفته من خدا خواهد پرواز دارم به ترکیه. انا در پناه خدا باشید و با گروه انگور بابا باشید.